قول داده بودم ویدیوهای آموزشی برای نصب اینورترها، UPS اینورترها و سانورترها بذارم. یه مقدار سرمون شلوغه ولی چون قول داده بودم این کارم میکنم. این ویدیو رو افقی گرفتم که بذارم داخل کانال یوتیوبمون با حوصله تر توضیح بدید. بریم من یه بیسیکا رو بهتون بگم. دوستان هر موقع دیدین شمش از دستگاه اومده بیرون، ببینین شمشه، یا تو این دستگاه نگاه کنید شمشه، نشون دهنده اینه که یه آمپر بالایی نیاز داره. کابلی که واسه این دستگاه میخواید مصرف کنید کابل 16 تا 25 باشه. ولتاژ ورودیشو کجا نوشته؟ این با ولتاژ 12 ولت کار میکنه. یعنی چی؟ نوشته اینپوت، ببین 10 تا 15 ولت. شما یه دونه باتری رو حداقل 100 آمپر که بعد 200 آمپر باتری ببرید، این 2000 تاست، با کابل به نزدیکترین فاصله این اینورتر نصب می‌کنید. باتری رو می‌ذارید نزدیکترین جایی که میتونید. ببینین کابل پاوره نوشته AC اینپوت، برق شهری رو وصل می‌کنیم به این دستگاه، مثبت به مثبت، منفی به منفی. شما این یه دونه کار رو اشتباه انجام ندید اتفاقی نمیافته. میدونید، عادت کردم هی تکرار میکنم. قرمزه به قرمزه، منفیه به منفیه. همین کابل ضخیم کاپشو بزنید، پرس بزنید، لحیم بزنید، وارنیش بزنید، سوکت بزنید، محکمش کنید. 12 ولت. این دستگاه چیکار میکنه؟ برق شهر رو وصل میکنید بهش. از این ور برق رو میگیریم واسه مصرف کننده هامون. میتونید برین توی ساختمون، ندین توی ساختمون به خاطر نول مشترک بهتره. دو تا مصرف کننده داریم، میتونید سراحی بزنید استفاده کنید. دستگاه رو روشن میکنید، باتریش رو وصل میکنید. اتفاقی که میفته هر موقع ما باتری داریم شارژ وصل برق قطع بشه، برق شهری قطع بشه، اتوماتیک از باتری ها نیرو میگیره به ما برق 220 ولت میده. اتفاقی که میفته اینه برق شهری رو بابا صدا میکنه، بگیر آقای صدا کنه. برق شهری رو وصل میکنیم اینجا. ببین کابل پاور اینپوت، AC اینپوت خیلی ساده است. میدونید دوستای نصاب، ولی من دوست دارم تکرار کنم واسه اونایی که برق خروجی خب اتوماتیکه. به محض اینکه برق شهر قطع میشه از باتری نیرو میگیره به برق مصرفی ما میده بلا فاصله. برق شهر که میاد چه اتفاقی میفته؟ بعد یه مکس کوچیک باتری هامونو از برق شهر میگیره، شارژر داره پر میکنه که واسه سیکل بعدی باشه. این میشه UPS اینورتر، دستگاهی که شارژر داره. بیا پیش من. از 2000 وات به بالا بهتره که ورودیامون 24 و 48 اینا باشه. این دستگاه اینورتر خالی 5000 وات. ورودی رو نگاه کن، ببین نوشته اینپوت ولتاژ 43 تا 64. یعنی از 43 ولت تا 64 ولت میتونی داخل این دستگاه بزنی. 4 تا باتری 12 ولت میشه 48 ولت. سری کردنش چجوریه؟ مثبت منفی، مثبت، اینا هر کدوم یه باتریه. ببین اینو وصل میکنیم به این، اینو وصل میکنیم به این، اینو وصل میکنیم به این. دستگاه ورودیش چند بود؟ 48 ولت. این قرمزه وصل میشه به قرمزه با سیم کلوف، سیم ضخیم باشه. حداقل سیمی که میتونید تو این دستگاه استفاده کنید 16 تا 25. قرمزه به قرمزه، منفی به منفی. این یه دونه مورد رو رعایت کنید دستگاه نمیسوزه. بس قرمزه به قرمزه، منفی به منفی، اینا رو هم اینجوری پل میکنی. خروجیمون AC output، یه فاز داریم یه نور آن، تمام. این دستگاه برقی که ما داریم و برق باتری تبدیل به برق شهر میکنه. سری بعد میخوام باهاتون در مورد باتری های لیتیوم 5 کیلووات صحبت کنم و سانورترها. فعلا ویدیومون طولانی نشه، همینجا باشیم. چند تا مورد اینجوری رو نگاه کنید، به راحتی میتونید واسه خودتون نصب بزنید. هر جای ایران عزیزمون هستید خوش بدرخشید. من بارها گفتم دانش تو فضای مجازی توی یوتیوب هست. مهم اینه که شما قدرت اجرا داشته باشی، کابل ها رو وارنیش بزنید، سوکت بزنید، پرس بزنید، جنس درجه 1 بگیرید، خروجیاتون رو قلندود کنید، محکم کاری ها رو بکنید. نصفش کار نداره، فقط میمونه ظرافت اجرا و دقت اجرا.